على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. 76 گناه کبیره از کتاب امامی زهبی رحمه الله. شهادت دروغ. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. شهادت دروغ یعنی شهادت دادن بر دروغ یکی از گناهان کبیره می باشد. در این مسئله آیات و حدیث ها را دیده می برایم. الله سبحانه و تعالی می فرماید و آنانند که گواهی دروغ نمی دهند. یعنی گواهی بر دروغ ندادن این یکی از صفت مؤمنان می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شهادت دروغ به شرک آوردن به خدا برابر است. در آیت دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید پس از پلیدی بتان دوری جویید و نیز از سخن دروغ دوری جویید. در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شاهد دروغگوی هنوز پایش از جای نجنبیده برایش آتش دوزخ واجب می گردد. شاهد دروغگوی در یک وقت یک چند گناه‌های دیگر را نیز می کند. یکم دروغ و تهمت که الله سبحانه و تعالی در قرآن می گوید به درستی خدا برای راست هدایت نمی کند کسی را ویران می کند حدود را و دروغ می گوید. در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در مسلمان می تواند خصلت‌های گوناگون باشد مگر دروغگویی و خیانت. یعنی دروغگویی و خیانت از صفت‌های مؤمنان نیستند. دوم شهادت دروغ به گم کردن مالکیت، شرف و روح آدمی تهمتگر آورده می رساند. سوم ضرر رساندن به انسان، برد کردن از تهمت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر من در خصوصی دادن مال یگان نفر به کسی دیگر قرار ناعادلانه برارم بگذار نفر دوم آن را نپذیرد چون که با این کار من برای وی از آتش لباس تیار می نمایم. این معنای آن را دارد که یعنی اگر کسی از شما برای تهمت و دروغ می خواهد که صاحب مال شود و دلیل های دروغین می آورد و پیامبر این دلیل ها را دیده قرار ناعادلانه می برارند یعنی قرار می برارند که بر فایده آدم دروغگو و تهمتگر است باید این را نپذیرد و اگر او دیده و دانسته پذیرد بداند که برای وی لباسی از آتش تیار شده است چون پیامبر صلی الله علیه و سلم دلیل های شخصان را دیده به آنها یگان حکم قرار می کردند و گاه می شد که آدمی ناحق با واسطه دروغ دلیل قوی می آورد و آدم حق دلیل قوی آوردن نمی توانست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شرف، مال و خون هر مسلمان برای مسلمان دیگر مقدس است. در حدیث دیگر فرمودند آیا می خواهید به شما بعضی گناه‌های سنگین را بگویم؟ شرک، سرکشی از امر پدر و مادر، شهادت دروغ. صحابگان میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنقدر بسیار تکرار نمود که آنها مجبور بودند بگویند ای کاش که وی بس میکرد. پس برادر و خواهر مؤمنم از این آیت‌های قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما معلوم شد که شهادت بر دروغ یکی از گناهان کبیره می باشد. پس از این گناه کبیره دوری جوییم تا در این دنیا و آخرت از جمله رستگاران باشیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.